میکنم مامنو جان که با بیبیش خیلی از آوان طفلی تا امروز به وای رسیده عادت کرده بود. در راه همین دسته گل را چیده است و این مصرع استاد لایق به یاد من آمد که نهادم این سحر، نهادم دسته گل این سحر روی مزار تو، گل از آرزوهای جوانی و بهار تو. جای مادرم بهش باد امروز روز چلم است که در کنار ما نیستند و آرزو میکنم که همیشه در بهشت جاودان جای داشته باشند و اینجا که زادگاه ماست و زادگاه مادر مهربان من است و همین گونه طبیعت زیبا دارد. آرزو دارم که باز از این زیباتر مکان را خداوند برای مادرم عطا بکند و جایشان بهشت جاودان باشد.